بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقة الشهیدة. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. قال الله تعالی فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین و ان کنتم جنبا فاطهروا و ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون. آیه شریفه 6 از سوره مبارکه مائده. چون در موضوع تفسیر آیات مشکله با اون توضیحاتی که جلسات گذشته در محضرتون داشتم، بنا شد آیاتی که یه مقداری مورد اختلاف بین حالا یا فرق مختلف اسلامی است یا حتی در بین یک فرقه اختلاف نظر در تبیین و تفسیر اون آیه وجود داره یا مخالفین اسلام نسبت به این آیات ایرادات و اشکالاتی رو مطرح کرده اند. اینا رو با هم پی بگیریم به اقتضای اون دو موضوعی که در جلسات گذشته به احکام مربوط بود. من این آیه رو پشت سر اون آیات قرار دادم چون این هم مربوط به احکام است، قضیه وضو و کیفیت وضو و اختلافی که بین فرق مختلف اسلامی است. اینو هم در این آیه پی بگیریم. انشاءالله در جلسه بعد اگر خداوند توفیق داد آیه خمس رو هم بحث میکنیم که اختلاف نظر شیعه و سنی از این آیه در مورد خمس چیه و چرا اختلاف پیدا شده. بعد از این یکی دو موضوع که در ادامه بحث احکام انشاءالله به پایان آمد برمیگردیم به آیاتی که جنبه‌های اعتقادی و نکته‌های دیگر ایرادات مخالفین اسلام رو هم که داره اونو با هم انشاءالله بحث کنیم. اما آیه 6 در سوره مائده یا ایها الذین آمنوا
اذا قمتم الی الصلاة، ای کسانی که ایمان آوردید هنگامی که به نماز قیام میکنید. حالا اون نکته خاصی نیست از نظر اختلافی. بعضیا گفتن اذا قمتم منظور این است که وقتی از خواب برخاستید، خواب بودید حالا بلند شدید میخواید نماز بخونید، خب معلومه که وضو نداشتید چون خواب بودید. یا این که اذا قمتم الی الصلاة یه معنی دیگری کردن، شما قیامی که دارید، اقامه صلات که میکنید، میخواید برای صلات تصمیم بگیرید، عملی کنید، عام علاوه بر این که بعد از خواب هست، کلا وقتی میخواید اقامه صلات کنید، خب این چیز خاص مشکلی نیست. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، چون میخواید نماز به پا بدارید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. این اول. واغسلوا، غسل در لغت عرب به معنی ریختن آب روی چیزی و اون رو شستشو دادن، آب رو روش عبور دادن. احیانا اگر چیزی روی یک شیئی قرار گرفته با آب بریزیم و این رو رد کنیم، این رو در لغت عرب غسل میگن. غسلم که ما به کار میبریم یک واژه خاص دینیه، از همین کلمه گرفته شده، شستشو با یک آداب معین. فاغسلوا، بشویید، وجوهکم، صورتتون را، وجه، خب وجوه جمع وجه، وجه رو در زبان عربی قسمت جلو هر چیزی رو وجه اون چیز میگن. قسمت جلو وجود ما را صورت ما تشکیل میده، لذا شما میگید پشت سر، جلو سر. اگر بگم که مثلا پشت سر امام جماعت واستید، خب همه میدونیم رو به قبله که امام جماعت وای میسه، صورت رو به قبله است، این پشت سریش که به اصطلاح مقابل جلو میشه، این پشت سر میشه، از این طرف قرار میگیره. لذا این قسمت جلو رو که وجه هست، وجهه، اینو میگن صورت، ما به فارسی میگیم، در عربی گفته میشه وجه، جمعش هم وجوه. فاغسلوا وجوهکم، بشویید صورتتون را. چجوری بشوریم؟ از اینجا آب بریزیم ببریم بالا، از بالا آب بریزیم بیاریم پایین، این طرفی آب بریزیم بیایم از این طرف. چجوری؟ هیچی در آیه گفته نشد. آیه فقط همینو گفت: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، بشویید صورتهایتون را. چون یا ایها الذین آمنوا جمعه، وجوه هم جمعه، یعنی شما به عنوان یک مؤمن وقتی میخواید نماز بخونید باید وضو بگیرید. این وضو اول چگونه است؟ اول باید صورتتون رو بشویید. شیعه در اینجا با توجه به سنت معصومین علیهم السلام، حالا توضیحش رو ان شاء الله عرض میکنم، میگه این شستشو باید از اعلا، از قسمت بالا باشه بیاد به سمت پایین. یعنی شما علی القاعده از این قسمتی که مو در میاد تا چونه هاتون که اینو صورت شما میگن، شما اینجا رو باید آب بریزید و بشورید بیایید. اهل سنت میگه که از بالا شستن افضل است، ولی لزومی نداره. حالا شما اگر از پایین هم شستید عیبی نداره. نمیگن لازم از پایین بشورید، نمیگن اگر از بالا شستید غلطه. چرا؟ این از این جهت عمدن دارم میگم تا بعد المرافق رو توضیح بدم یا بقیه رو توضیح بدم. خوب دقت بفرمایید. چرا اهل سنت این حرفو میزنه؟ میگه آیه گفته واغسلوا وجوهکم، صورتتون رو بشورید. خب شستشوی صورت، حالا من اینجوری هم بشورم شستم، اینجوری هم بشورم شستم دیگه. حالا چرا میگه افضل اینه که از بالا بشورید؟ اینو اهل سنت خودشون هم تو که اینایی که عرض میکنن تو کتابای فقهیشونه. حالا اگر لازم باشه کسانی بخوان خیلی دقیق بشن، کجاها کدوم کتاب، اینا رو میشه ارائه داد. چرا حالا اینا میگن افضل اینه که از بالا بشورید بیاید پایین؟ میگن برای اینکه در شستشو، الان ببینید من یه مثال بزنم. بنده اگر بیام بگم که آقا روی این تریبون کثیف شده یا نجس شده، اینو بشوریم. خب حالا کسی میاد میگه که
بشوریم، خب علالقاعده چجوری راحت ترش شستن؟ خب میشوریم دیگه. حالا به هر شکلی که راحت تر بود شستشو اگر کسی شست، ما اعتراض میکنیم مثلا از اینجا شست به این طرف، من بگم چرا از این طرف نشستی به این طرف؟ میگه خب اینجوری شستشو راحت تر بود. عرف شستشوی صورت چیه؟ معمولا وقتی کسی بخواد صورتشو بشوره، خب خیلی راحت تر دیگه، آب میریزه میشوره. یا اینجوری بخواد بکنه یک کمی، یا اینجوری یک کمی غیر طبیعیه. خب این خیلی طبیعی تره. لذا شیعه میگه باید این کارو بکنید که طبیعی، غیر طبیعی نباشید. همینجا حاشیه برم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، خب مرد خدا بود، هم عالم علوم قرآنی، عالم حدیث، عالم مسائل عقلی و عارفی که عمل کرده بود و به جاهای رسیده بود. ایشون یه وقتی تو درسی که به شاگرداشون میخواستن بدن و به اینها بگن که طبیعی زندگی کنید، گفت بعضیا مثلا تو وادی یه مقدار اخلاقیات یا عبادات مستحب یا احیانا یه سلوکی قرار میگیرن، یه مقدار غیر طبیعی میشن. مثلا فرض آدم بهش میرسه سلام علیکم آقا، حال شما؟ ایشون که خیلی اخلاقی بود، انقدر پیرمرد خسته شده بود، معذرت میخوام، خب زهر ما، خب مثل آدم سلام کن، مثل آدم دست میخواد بده گردنش کج میکنه، میگه اینا طبیعی نیست. آقا زندگی باید طبیعی باشه، آدم روال عادی. بله حالا در خلوت انسان ممکنه نصف شبی یه گوشه خلوتی با خدای خودش ناله بزنه، زار بزنه، خوشا به حال اونایی که اینجوری هن. حتی کاری بکنه که اطرافیاشون هم این حالت رو نفهمن، این حساب خاص خودشو داره. اما تو روال اجتماعی انسان با طبیعی و عادی زندگی کنه. همین امروز اصل این حدیث رو یادداشت میکردم، تو منبعی دیدم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن العارف بشره فی وجهه. عارف اینه که شادابی تو چهرش پیداست، حزنه فی قلبه، اما اون ناراحتی هاشو تو دلش پنهان کرده. شما ظاهر با شما میگه، میخنده، خوشه، شوخی میکنه، احیانا لازم باشه. خود امیرالمؤمنین مگه با مردم شوخی نمیکرد؟ لذا یکی از ایراداتی که بعضیا به امیرالمؤمنین تو صدر اسلام گرفتن، خیلی شوخی میکنه. خب حالا خیال میکنه که لازمه عابد و سالک شدن اینه که اخما تو چشمش باشه. مذهبی‌ها میخندن مگه؟ خدا بر خدا، تصوری که داره یه آدم مذهبی عبوسه، همتریرای اخمو، انگار از آقا چی شده؟ من دیشب نخوابیدم، نماز شب خوندم دیگه. خب می‌خواستی نخونی نماز شبی که شما دیشب نخوابیدی، صبح می‌خوای با همه اخم بفروشی؟ خب این بهتره که ترک بشه اصلا. حالا آقا طبیعی باید بود تو همه جا. حالا اینجا چرا شیعه میگه افضل اینه که از بالا بشوری بیای پایین؟ میگه خب شستشوی طبیعی اینه دیگه، آقا صورتو بشور دیگه، برای این که نکنه افراد گاهی وقتا دیدید بعضیا یه چیزیشون میشه نماز، میگه آقا حتما رو به قبله باستید، حالا یکی دنگش بگیره تو همه جمع پشت به قبله واسه، میخوام خودمو نشون بدم. برای اینکه این بازی‌ها در نیاد گفتن همه رو به قبله بیستید. شیعه هم برای اینکه این بازی‌ها رو در نیارن، پیشوایان ما معصومین علیهم السلام فرمودن آقا از بالا بشورید بیاید پایین، طبیعی این کارو بکنید. اهل سنت نمیتونه بگه این طبیعی نیست، نه این کارو نکنید. لذا میگه افضل اینه که این کارو. اما چون بنا نیست روشی را که اهل البیت معرفی کردن، سنت پیغمبر را که اهل بیت پیغمبر به ما شناسوندن زیر بار برن، لذا میگن نه اینجوری هم نشستید عیب نداره، حالا جور دیگه هم شستید بشورید. این یه نکته که نه اونا میگن اگر شما از پایین به بالا شستید صورت رو، قرآن گفته این کار رو بکن، نه ما شیعه میگیم قرآن گفته فغسلوا وجوهکم یعنی از اینجا تا اینجا، نه همچه حرفی زده نشده. ما میگیم قرآن گفته اذا قمتم الی الصلاة فغسلوا وجوهکم، تموم شد، صورتاتون رو بشورید. عرف شستشو اینه. سنت معصومین علیهم السلام، حالا حدیث براتون میخونم بعد، سنت معصومین علیهم السلام همینجوری برای ما توضیح داده، گفته آب از بالا بریزید و صورتتون رو بشورید. اهل سنت اومدن گفتن حالا اینجوری هم نشستید. این یک مطلب. اما ادامش فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. حالا شروع میشه دعوا. ید دست، ایدی دستان، ایدیکم دستاتون رو الی المرافق. حالا مرفق جمعش مرافق رو بگم، بعد رو این الا باید یک کمی بحث کنیم. مرفق آرنج رو میگن،
المرافق. مرفق آرنج، مرافق جمعشه، چون یا ایها الذین آمنو جمعه، لذا همش جمع به کار رفته. وجوه، ایدی، مرافق، رؤوس، ارجل که بعدش هم میاد. خب وغسلوا وجوهکم که معلوم شد، و ایدیکم، و دستاتون رو، المرافق. این کلمه الا، علمای اهل سنت میگن المرافق یعنی دستتون رو از نوک انگشت بشویید تا آرنج. پس اینجوری باید بشورید. همینی که الانم اهل سنت این کارو میکنه. میگه چون قرآن گفته المرافق، الا یعنی به سوی، پس شما باید از اینجا شروع کنید بشورید بیارید تا اینجا. ما قبل از این که حالا روی این بحث داریم علمای شیعه چی گفتن، سنت معصومین علیهم السلام چی گفته، توضیحات چی هست، اینا که حالا یه مقدار وقتم میگیره باید بحث کنیم. ولی قبل از این که وارد این قسمت بشیم من یه سوال میکنم. میگم ید یه کلمه عربی است مثل دست در زبان فارسی. اگر کسی بگه دستم درد میکند، شما چه برداشتی میکنید؟ کجای دستش؟ نوک دست، مچ دست، قسمت ساق، قسمت آرنج، قسمت کتف. ببینید اگر کسی بگه دستم درد میکند، بعد بگه ببینید خیلی درد میکنه، خب شما میگید این که سره، این که دست نیست، شما مثل این که تبت بالا رفته یه مقداری داری هزیون میگی اینو. اما اگه بگه دستم درد میکنه، ببین آخ چقدر به اینجایی که الان من دست گذاشتم اشاره کنم، کسی اشکال میکنه؟ اینجا دست بگذاری، اینجا دست، یعنی از کتف تا نوک انگشتان رو تو عرف ما فارسی زبونا میگیم دست، تو عرف عرب میگن ید. پس این المرافق از کتف تا مرفق یا از نوک انگشت تا مرفق؟ شما چرا گفتید از نوک انگشت تا مرفق؟ قرآن که نگفته، سنت گفته. اگه سنت گفته به ما نشون بدید. اگه سنت نگفته شما میگید این المرافق یعنی از نوک انگشت تا اینجا، میخواید بگید که علالقاعده وقتی میگن دست رو بشویید تا مرفق، از کتف تا اینجا نمیشه، باید از اینجا تا اینجا باشه. میگیم این علالقاعده از کجا در اومد؟ از همون حرفی که اول گفتم، طبیعیش اینه. یعنی اگه طبیعتاً بگن دست رو بشور تا مرفق، کسی عاقلانه تلقی نمیکنه. یعنی کتو در بیار، آستین پیراهنت هم پاره کن، از اینجا تا اینجا رو بشور، اینجا رو نشور. خب یکم غیر طبیعیه. میگیم خب اگر این رو روال طبیعی و عرفی میخواید بگید، عرفاً اینجوری شستن عرفیه یا اینجوری عرفیه؟ این عرفش کدومه؟ در عرف شستشو شما الان به هر کسی بگی مثلا دست رو بشور، خب معلومه چجوری میشوره. بگیم از اینجا به پایین رو بشور، هر کسی معلومه که اینجوری میشوره. اگر رو عرف رفتید، رو روال طبیعی رفتید، همونطوری که ایدیکم المرافق رو از نوک انگشت گرفتید تا اینجا، از کتف نگرفتید تا اینجا، با اینکه قرآن هیچ یک از این دوتا رو نگفته بود. پس اینجا ببینید عرف چیه. این یک بحث کلی اول. حالا ادعا شده حدیث هست یا نیست عرض میکنم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان و همه فقهای شیعه در طول تاریخ فقه تشیع و همچنین مفسران برجسته به این بحث سالهاست که پرداختن و توضیح دادن. مرحوم شیخ طوسی 1000 سال قبل تو کتاب تفسیر تبیانش اومده این مسئله رو مطرح کرده. میگه خوب دقت کنید. میگه وقتی قرآن میگوید، ببینید من از وقتی که این بحث تفسیر آیات مشکله یا موضوعی رو شروع کردم یه نگرانی داشتم نکنه دوستان ما خسته بشن، چون بحث کمی ظریف، دقت بیشتری میطلبه، کمتر میتونم حاشیه برم، باید همین بحث رو بگیرم حالت کلاسی و درسی برم جلو. اما هم دوستان ما دوستانیان که الحمدلله دیگه با این بحث عادت کردن، هم حیفه ما واقعا این عرض کردم یه عبادته که میخوایم اعتقاداتمون رو، احکاممون رو از توی آیات قرآن در بیاریم. لذا یه مقداری اگر بحث من حاشیه و بعضی کوش و کنایه زیاد نداره، حوصله بفرمایید که این بحثا رو با هم دیگه انشالله ببریم جلو به یاری خدا. ببینید وقتی ما یک موضوع همیشه داریم و یک محمول، یک حکم، اینو در اصطلاح منطقی میگن قضیه.
هر حکمی بکن، نکن، انجام بده، انجام نده، حکم دیگه. خب این کارو بکن، این کارو نکن، انجام بده، انجام نده، حکمه. این حکم بی موضوع میتونه باشه؟ چه کاری؟ الان بنده اگه بخوام بگم آقا محبت کنید انجام بدید، شما بلافاصله میگید چه کاری رو؟ چه کاری رو؟ این موضوع چیه؟ اول موضوع رو معین کنید. باید موضوع معلوم بشه. حکمی که میارید محمول با اون موضوع که بگید یا بله یا نه، ایجاب یا سلب. لذا هیچ وقت در یک قضیه که میخواید حکمی روا بدارید بدون موضوع و محمول معنا پیدا نمیکنه. موضوعی که در اینجا الان مورد بحثه چیه؟ حکم چیه؟ موضوع دستاست، دست، ایدی. حکم چیه؟ شستن. فغسلوا یعنی بشویید، حکم دیگه، حکم میکنه. ببینید اگر در این آیه شریفه میفرمود فغسلوا بشویید، اما هیچی نمیگفت، همه شماها سوال نمیشد چی رو بشوییم؟ همونطوری که اولش میگه فغسلوا وجوهکم واغسلوا ایدیکم، پس ایدی میشه چی؟ میشه موضوع. حکم هم میشه فغسلوا. الا، خوب دقت بفرمایید، الا قید موضوع است یا قید حکم؟ حالا مثال میزنم تو فارسی تا معلوم بشه. ببینید من یه مثال فارسی میزنم، بعد با این مثال فارسی بیایم سراغ این آیه شریفه. الان فرض بفرمایید کسی میگه که یه کارگری رو آورده، مزرعه‌ای داره، میخواد بگه آقا این مزرعه منو برای من موتور بزن، شخم بزن. میگه که پس یه موضوع داریم یه حکم. موضوع چیه؟ مزرعه. حکم چیه؟ شخم زدن. اگر موضوع رو ما اینجا گرفتیم مزرعه، باغچه، حکم رو گرفتیم شخم زدن. کسی که الان فردی رو استخدام کرده، پولی بهش داره میده و حقی پیدا کرده در قبال این مزدی که میده یه امری بکنه، میگه من از شما میخواهم شخم بزنید. شخم بزنید شد حکم. حالا موضوع رو یه وقت هست میگه مزرعه مرا شخم بزن، یعنی شخم زدن حکم رو موضوع به صورت کلی رفت، اصلا قیدم نداره. یه وقت قید میذاره، میگه مزرعه را شخم بزنید از پشت دیوار باغچه تا دیوار همسایه. این از پشت دیوار باغچه تا دیوار همسایه قید حکم است یا قید موضوع؟ قید موضوع دیگه. موضوع رو داره معین میکنه. یعنی محدوده‌ای که مورد نظر من است، این محدوده از پشت این دیوار تا اون دیوار، بقیه نیست. یعنی دارم یه حد حصری برای این موضوع معین میکنم. اما حالا قید رو عوض میکنم، یه جور دیگه میگم. دوباره برمیگردم چون این تا فهمیده نشه اصلا آیه نمیتونیم بفهمیم. میگه شما مزرعه ما را شخم بزنید، ولی حتما نیم متر باید این مثلا گاواهن شما تو زمین فرو رفته باشد. این قید موضوعه یا قید حکمه؟ حکم. نحوه حکم اینجوری بود. یعنی اگر حکم شخم زدن است، نحوه شخم زدن باید اینجوری باشه. اگه یه جور دیگه شخم زدید قبول نداره. ولی وقتی سخن از اینه که ببین دوباره برمیگردم، قید رو موضوع، قید روی حکم. قید روی موضوع، من میخواهم مزرعه ما را شخم بزنید ولی از این دیوار تا اون دیوار، بقیه نه. پس اینجا قید اومد رو موضوع، محدوده موضوع را معین کرد. ولی اگر قید رو عوض کنم بگم من از شما میخواهم مزرعه ما را شخم بزنید ولی حتما 30 سانتی متر 50 سانتی متر باید این گاواهن زمین رو زیر و رو کرده باشد. پس این قید رفت روی نحوه. آیا المرافق قید حکم است؟ حکم چیه؟ اغسلوا. المرافق، مرفق، دست، موضوع یا حکمه؟ موضوعه. الا داره قید روی موضوع میاد، نه قید روی حکم که غسل بدید بشویید.
وقتی قید اومده روی موضوع، پس الا داره محدوده موضوع را معین میکند، نه نحوه حکم را. دقت کنید، این بیان امام علیه السلامه. امامان چقدر مظلوم واقع شدن که باید حتی این جزئیات رو دوباره بیان بگن، وگرنه اونا همینقدر که به ما میگن آقا وضو اینجوری بگیرید مثلا، ولی بعد میگن آخه اینجوری گفتن. میگه خب این که از خود قرآن هم در میاد. تو پرانتز یه لحظه داشته باشید، زمان متوکل عباسی دزدی رو در بغداد گرفتن، فقهای برجسته اهل سنت رو دعوت کردن چیکار کنیم؟ گفتن قرآن میگه از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، دزد چه مرد چه زن باید دست رو قطع کنید. گفتن از کجا قطع کنیم؟ یه عده گفتن از مچ، چون وقتی مثلا یکی میگه دستو بشور معمولا این شستشوی دسته. یه دسته گفتن نه از آرنج، چون قرآن وقتی میگه دستو بشورید میگه الال مرافق. یه دسته گفتن از کتف، برای اینکه شما وقتی میگی دست همه اینا رو متوکل حالا این مقدار میفهمید که بالاخره حکم خدا که اینقدر نباید مختلف باشه، قرآن کدومشو گفته؟ گفت که بفرستید جواد الائمه رو بیارید سلام الله علیه. آقا 17 سالشون هم در اون زمان بیشتر نبودن. جواد الائمه رو بیارید سلام الله علیه. بعضی از این اطرافیا سختشون بود که این جوون 17 ساله بیاد در مقابل ما ریش سفیدای قوم عرض اندام بکنه، اصلا فلان و خلاصه خواستن یه جوری. امام علیه السلام تشفا آوردن، فرمودن باید فقط یه انگشتا رو قطع کنید، از انگشت به پایین. اینا اول خواستن دست بندازن. از کجا میگی؟ قرآن گفته، شما قرآن نفهمیدید. کجای قرآن گفته؟ مگه قرآن نفرموده از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، دزد چه مرد چه زن با دستشو قطع کنید؟ اینو فرمود. اما در جای دیگه مگه قرآن نمیگه ان المساجد لله؟ لام تخصیص آورده. سجدگاه فقط مال خداست. تو سجده هم گفته کف دست باید زمین بیاد، این مال خداست. پس کف دست کسی در اون حق تصرف نداره. اگه نداره پس از اینجا به بعدش همه گفتن الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که رسالت رو کجا قرار بده. سرا مثل انجیرای پخته که کج میشه کج شد و از مجلس متوکل خارج شدن. آقا خداوند امام قرار داده، حجت قرار داده، پیغمبر فریاد زده انی تارکن فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و اطرتی. بذار اطرت برای تو توضیح بده چی میخواد بگه. حالا توضیح هم وقتی میخوان، یه وقت هست طرف میگه حالا بنا به جهاتی اصلا توضیح داده نشد، یا توضیح داده شد به دست من و شما نرسید. و همین بیانی که هممون روایت داریم، اون چه به دست ما رسیده است در همه شؤون تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام 2 تا از 27 تاست، 25 تاش بعد از ظهور رو میشه. چه خبره و چه چیزایی است. خب وقتی نذاشتن، امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب کمیل میفرماید لو شئت لجعلت من هذا الماء نورا، اگه میخواستم از این آب براتون نور استخراج میکردم، اما چه کنم که این مردم نمیذارند و نمیخوان ما بیایم براتون کار بکنیم، ما رو کنار میزنن. خب یه توضیحی در اینجا میگه آقا داره میگه وغسلوا وجوهکم، این تموم شد، و ایدیکم الی المرافق. این الای قیده. این قید رو موضوع اومده یا رو حکم اومده؟ اگر شما بگید روی حکم اومده، خب الا در اغسلوا که معنا نمیده، در روی الی المرافق داره میگه. وقتی الی المرافق داره میگه، داره اون حد رو معین میکنه. چند صد سال قبل مرحوم ابوالفتوح رازی، قبرش هم در حرم حضرت عبدالعظیم شاد فاتحه خونده باشید، تفسیر معروفی نوشته به نام تفسیر ابوالفتوح رازی که تفسیر خیلی قوی هم هست، به زبان فارسی 600-700 سال قبل. ایشون وقتی به این آیه میرسه همین نکته قید رو یه اشاره میکنه، بعد این مثالو میزنه. میگه اگر شما یک معماری نقاشی آوردید تو خونتون، بهش میگید که، حالا من مثال مزرعه و شخم زدم، مثالی که مرحوم ابوالفتوح رازی چند صد سال قبل میزنه، میگه شما میگید آقا این دیوار خونه منو رنگ کن، ولی از کف تا 1 متر آبی باشه، از 1 متر به بالا مثلا سفید باشه. این قید که گذاشتید، قید رو موضوع یا حکمه؟ موضوع دیگه. موضوع چیه؟ دیوار را که الان معین میکنید که باید این دیوار رو برای شما به اون آقا بسپرید. حکم چیه؟ رنگ کردن، رنگ بکن. اما وقتی قید گذاشتی از پایین تا 1 متر رو آبی بکن، از 1 متر به بالا رو سفید، معناش اینه که شما حتما باید این وسیله نقاشی که دستتونه از کف زمین اینجوری بکشید بالا.
همش اینجوری میبرید بالا، بعدم از اون یه متر اینجوری فرشه رو میبرید بالا. میگه چرا اینجوری میکنی؟ میگه به من گفته از اینجا بیام. میخوام این حد داره معین میکنه، این محدوده رو، این قید موضوعه، این که قید حکم نیست. لذا هر عاقلی میخنده. اینجا فرمود الالمرافق، یعنی محدوده دستتون تا آرنج، از آرنج به بعد دیگه شستن نمیخواد. لذا در بین خود فقهای اهل سنت همین اختلاف مطرح شد که خود آرنج هم باید شسته بشه یا شسته نشه. پس این حد رو معین میکنه، این نحوه رو معین نمیکنه. نحوه رو عین فغسلوا وجوهکم، روال طبیعی شستشوی وجه چجوریه؟ از بالا بشور بیاد پایین. روال طبیعی شستشوی دستم اینه دیگه، آقا بشور بیا پایین. دیگه این حالا شما مقید باشید بگید از الا که قید موضوع توی حکم ببرید اینجوریش بکنید، این خودش دلیل بر اینه که مطلب رو متوجه نشدید، چون اون حد رو بردید در جای دیگه قرار دادید. علاوه بر این، الا در زبان عربی به معنی مع میاد یا نه؟ الا در زبان عربی یه معناش هم مع یعنی با. حالا به عنوان نمونه من 2 آیه رو از قرآن عرض کنم که در قرآن ببینید الا رو به این معنی کجاها به کار برده. سوره مبارکه نساء آیه 2: و آت الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم. این تیکه آیه رو دقت بفرمایید. اول داره سفارش ایتام رو میکنه، نسبت به مال یتیم حساسیت نشون بدید، خدایی نکرده قصد سو نسبت به اموال یتیم نداشته باشید تا اینجا. ولا تأکلوا و نخورید، اموالهم اموال ایشان را، ایشان کیانن؟ ایتام، چون راجع به یتیما داره صحبت میکنه. ولا تأکلوا اموالهم، نخورید اموال اینها را، الی اموالکم، با مالای خودتون. یه بنده خدایی توی مزرعه‌ای رفته بود، هندونه خربزه کاشته بودن، هی میشکست، یه تیکه امتحان میکرد، اونی که شیرین بود بعد میشکست میخورد. آقای مال مردمه چیکار میکنی؟ حرامه. گفت من کاری به حرام و حلال بودن ندارم، برای خاصیتش میخورم. حالا آقا این مالی که با مال خودت قاطی کردی مال یتیمه. میگه من کاری به این که مال دیگری مالی ندارم، من فعلا میبرم تو حساب خودم. قرآن داره میفرماد ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انه کان حوبا کبیرا. نکنه مال یتیم رو الی اموالکم مع اموالکم. این الی یعنی مع، پس الی المرافق یعنی مع المرافق. دستاتون میشورید. لذا این بحث البته بین فقها شده که این الا اینجا آورده صریح معنی آورده، الا رو به معنی مع میشه به کار برد. لذا میخواد بگه حتما واجب است یا از باب مقدمه علمی. مقدمه علمی اصطلاح علم اصول فقه. میگه شما اگر از آرنج به بعد باید بشورید، برای اینکه مطمئن باشید چیزی جا نمونده، یک کمی اون طرفترشون هم بگیرید که مقدمه علمی، یعنی یقین پیدا کنید که این قسمت شستشو شده است. لذا میگن این الا اینجا به معنی مع میتونه بیاد. مورد دیگری که در قرآن باز الا رو به معنی مع به کار برده، در سوره مبارکه هود آیه شماره 52: و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم و یزدکم قوة الی قوتکم. مردم اینجوری باشید، استغفار کنید، به راه خدا برگردید، در مسیر الهی بیایید، خدا به شما افاضه کنه، به شما قوه اضافی بده. این قوه یزد زیاد بشه الی قوتکم. یعنی چی؟ با قوتی که خودتون دارید، این قوه‌ای هم که خدا میده روش افزوده میشه، خدا به شما افزون میکنه. خب الی معنی مع میاد، پس الی المرافق خب میتونه مع المرافق هم باشه. پس اگر از آیه میخواید بگید گفته الی المرافق یعنی شستن به این صورت، هم بحث عقلی و ادبی و ضوابط قید در موضوع و حکم جلو ما رو میگیره،
هم بحث عرف شستشو جلو ما رو میگیره، غیر از این که حالا بعد میگیم سنت چی میگه که تو سنت هم باید این رو بحث کرد. خب پس اینجا ما وغسلوا وجوهکم صورتمون رو میشوریم و ایدیکم الی المرافق، ما احتیاطاً با خود آرنج هم شروع میکنیم میشوریم. عرف شستشو هم از بالا به پایین میگیریم. از نظر ما شیعه فقط یک حدیث نمونه نقل میکنم. این کتاب فروع کافیه، جلد 3 صفحه 24، باب صفت الوضو. 9 تا حدیث این باب چگونه باید وضو گرفت رو برای ما نقل میکنه. من یه دونشو میخونم چون دیگه برای ما از باب نمونه کافیه. حدیث اول میخونم، هم اولی. ان زراره قال حکى لنا ابو جعفر علیه السلام وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. زراره میگه، خب زراره میدونید از صحابیه خیلی ارزنده و لایقی است که هم در محضر امام باقر بوده هم در محضر امام صادق بوده. اینا چهره‌های کم نظیر تاریخ تشیعن. زراره میگه حکی لنا ابو جعفر. ابو جعفر امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام برای ما حکایت کرد، نقل کرد وضوء رسول، وضوء پیغمبر خدا را. فدعا به قدح، فرمود یه قدح بیارید، یه جام بزرگ کشتی بیارید. فاخذ کفا من ماء، یه مشت از این آب رو برداشتن. فاسدله علی وجهه، آب پاشیدن روی صورتشون. ثم مسح وجهه من الجانبین جمیعا، این مسحی که کشید این دو طرف صورت رو همه رو، این دستشون رو مسح، یعنی آب که ریختن دست روش کشیدن، یعنی فقط آبو نریختن رد بشن، دست کشیدن این دو طرف صورتشون رو همه رو دستشون اصابت کرد. ثم اعاد یده الیسرا فی الاناء فاسدلها علی یده الیمنی، سپس حضرت این دست چپشون رو بردن توی این ظرف آب، مشتی آب برداشتن ریختن روی این دست یمناشون، دست راستشون. ثم مسح جوانبها، سپس همه قسمتاش هم دست کشیدن. ثم اعاد الیمنی فی الاناء فصبها علی الیسرا، سپس دست راست رو بردن تو آب، باز آب برداشتن ریختن رو دست چپشون. ثم صنع بها کما صنع بالیمنی، همون جوری که با دست چپ رو دست راست مسح کشیده بودن، یعنی دست خیس و با آب رو دست میکشیدن، رو دست راست هم همین جوری با دست چپشون کشیدن. ثم مسح بما بقی فی یده رأسه و رجلی، سپس اون رطوبتی که تو دستشون مونده بود به سرشون مسح کشیدن و به پاهاشون. ولم یعدهما فی الاناء، دیگه دوباره دستشون تو آب نبردن، یعنی برای مسح کشیدن دست به آب دیگه نزدن. این روایت اینجا داره، در ادامش همین رو با چند بیان از چند معصوم، خواستید شما مراجعه بفرمایید، بیان میکنه. در بعضی جا میفرماید ادامه حدیث اینم اضافه میکنه، میگه اگر کسی به غیر از این صورت وضو گرفت او وضوء پیغمبر رو انجام نداده. این برای من و شما شیعه از امیرالمومنین نقل میکنه، از امام باقر نقل میکنه، از امام صادق نقل میکنه که وضوء پیغمبر اینجوری بود. پس ما شیعه چرا اینجوری وضو میگیریم؟ این قسمت اول میگیم قرآن فرموده یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، که معلوم شد، و ایدیکم الی المرافق، دستهاتون رو الی المرافق، الی قید موضوع است، قید حکم نیست، الی به معنی مع میتونه باشه. این از نظر آیه. سنت پیغمبر رو هم چه کسی بهتر از علی ابن ابی طالب، امام باقر، امام صادق علیهم السلام میتونه برای ما معنی کنه؟ چه دلیلی داره وقتی علی و فاطمه و فرزندانشون سلام الله علیهم اجمعین میتونن برای من توضیح بدن که اینجوری بوده، من برم سراغ توضیح ابو هریره، برم سراغ توضیح کعب الاحبار، برم سراغ توضیح مغیرة ابن شعبه؟ عقلم خوب چیزیه؟ مگر این اصطلاح معروف نیست؟ اهل البیت ادری بما فی البیت، اهل بیت بیشتر میدونن چه خبره تو خونه، افرادی خانواده بهتر میفهمن تو اون خانواده چه خبره. امام باقر هم برای من توضیح دادن آقا پیغمبر اینجوری وضو میگرفتن. هم قرائن آیه داره اینو نشون میده، هم سنت داره برای من این رو توضیح میده. این تا اینجای آیه
اما حالا اینجا به بعد آیه رو دقت کنین، بحثای دیگه‌ای که روش در آوردن خیلی عجیبه. وامسحوا برؤوسکم، فعل عوض شد. حکمی که تا حالا بود حکم چی بود؟ غسل دادن، یعنی شستن، غسل بود. وغسلوا، بشویید. حالا میگه وامسحوا. مسح، میم و سین و ه در لغت یعنی چی؟ میگن شما به همه کتابای لغت عرب مراجعه کنید. لامسه‌ای دست است، هر چیز دیگری است. یه قوه لامسی روی ملموسی تماس حاصل کند بدون حائل. بدون حائل. حالا چرا بدون حائل؟ الان دقت بفرمایید. مثلا این کتاب، اینم دست بنده. من وقتی اینجوری دارم اینو دست میکشم میرم، به یک معنی من لمس کتاب نکردم. چرا؟ چون این نایلون رو از بیرون رو کتاب جلد کشیدن. من نایلون رو لمس کردم، من که کتاب رو لمس نکردم. حالا این نایلون رو پاره کنید بردارید، من دست رو روی جلد کتاب میکشم. این میشه مسح خود کتاب. این که در وضو فقها فتوا میدن لاک ناخن باشه. طرف اومده میگه آقا مخصوصا این سفرهای خارج ما عجیب گرفتاری موضوع هستیم. انقدر آدمو سوال پیچ میکنن تا بگن عیب نداره با لاک بود. میگم بابا جون اگه فکر میکنی بنده این جواب بدم از اول قاطع به شما میگم نه، لاک مانع است، نمیتوانی. حالا 10 جور دیگه میخوای سوالو بگرد، میخواد جهنم من برم برای اینکه او راحت باشه. آقا تو بگو با لاک میشه وضو گرفت. نه خیر آقا جون نمیشه. یکی برای من نقل کرد که یه خانمی تو این جلسه سوال کرده از خانم جلسه‌ای که ما وقتی آرایشگاه میریم یک هزینه سنگینی میپردازیم تا مثلا یک آرایشی کرده باشه و دلمون میخواد رو چند روزی نگه داریم. حالا این هزینه‌ای که شده اگه یه وقت نیاز به غسل باشه این چه کار کنیم؟ گفته از گردن به پایین تونه بشورید. گفتم فکر نمی‌کنم. گونه خودشون. گفتم میشه تلفن اون خانم، می‌خواستم واقعا اطمینان پیدا کنم. تلفن اون خانم گرفتم، زنگ زدم، گفتم شما اینو فرمودید؟ فرمودن بله من گفتم. گفتم خانم کی گفته؟ کجا؟ گفت هیچ که نگفته. من میدونم. گفتم پس برای چی گفتی؟ گفت آخه غیر از این بگم اینا در میرن. گفتم خب جهنم که در میرن. آخه تو از خدا دلسوخت. جانم فدای امیرالمؤمنین سلام الله علیه. تو نهج البلاغه میفرما چقدر این جملات هم شیرین هم دل آدم به درد میاد به خدا. یعنی چه دردی حضرت چشیده بوده که اینجوری بیان میکنه. میگه شمایی که تحمل عدل رو ندارید چجوری میخواید ظلم رو تحمل کنید؟ کسانی که بد را پسندیدن ندانم ز خوبی چه بد دیدن. آخه خدا وقتی میگه اینجوری، حالا نمیخواد گوش به حرف خدا بده، تو میخوای با تغییر حرف خدا گوش به حرف تو بده. اگه بنا بود این راه بهتر باشه که خدا که بهتر از تو بلد بود. تو حکم خدا رو بگو، تو اونی که خدا پذیرفته بیان کن. مسلماً هزاران، اصلا نمیشه عدد معین کنی. حرفا چیه؟ همه با همه قدرت هاشون با همدیگه جمع بشن بخوان راهی بهتر از اونی که خدا صلاح دیده پیدا کنن. مگه میشه؟ لذا معنای ایمان به معنی دقیقش اینه که و یسلموا تسلیما. فلا و ربک، سوره نساء 65. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. وقت به کجا میرسن؟ تو سطح پایینش، سطح بالاش، سطح پایینش. ولی کمی حاشیه میرم، این بحث خشک فقهی کمی با این حاشیه بعد برگردم. سطح پایینش تو احکام عملی رسیده خدمت امام صادق علیه السلام. یه درخت اناری تو باغچه منزل امام صادق، یه دونه انار روی این شاخه نشسته. عرض کرد ابن رسول الله، به خدا سوگند اگر این درخت انار تو یه باغچه از یک خاک، از یک آب، از یک هوا یه دونه انار داده، شما بگی نصف کنید این ورش حرامه این ورش حلال، من یک ذره شک نمیکنم. این ایمانه. خب شما رو قبول کردم، حجت خدایی. یعنی حتی قضیه‌ای که انقدر استبعاد میاره، یه درخت تو یه باغچه، تو یک خاک، یک آب، شما بگی این ورش حلال این ور حرام، این تو سطح احکام. بیایید سطح بالاتر. ابو مسلم خراسانی ها رو گول زد. به خاطر خونخواهی امام حسین جلب کرد به طرفداری بنی العباس با بنی امیه در بیفتن.
شیعه تو خراسان زیاد بود. طبرستان و خراسان و شیعه‌های منطقه همه جمع شدن و کمک کردن و بنی العباس غلبه پیدا کرد و بعد نگران شدن نکنه ابو مسلم خراسانی ایرانی و با شیعه دست یکی کنه و قدرت رو برگردونه. دستور دادن که مقامی که ابو مسلم میخواست بهش ندن. ابو مسلم دید کلا داره سرش میره، حالا به فکر امام افتاد. تا حالا امام یادش نبود. یه نامه نوشت برای امام صادق علیه السلام، پیکی هم فرستاد که آقا من حاضرم در خدمت شما قیام کنم، حکومت از بنی العباس بگیرم به شما بدم. امام صادق نامه رو شمع سوزوندن، خواستن بگن جواب اینه. یه شیعه خراسانی رفت خدمت حضرت که آقا ماها حاضریم، شیعه تو خراسان زیاده، بالاخره کاری بکنیم. حضرت فرمودن تنور خونه روشنه. بله، برو تو تنور. آقا من اومدم خدمت شما که عرض کنم، والا نقل معنا میکنم، ما حاضریم بریم که دشمنان از بین ببریم، شما دوست رو میخواید بسوزونید. حضرت فرمودن برو تو تنور. آقا دید هی من در این بین یکی از اصحاب حضرت وارد شد، سلام بر حضرت داد و آقا امری با من ندید. حضرت فرمود برو تو تنور. چشم ابله صاف رفت تو تنور، آتش نشست. امام داره جواب اینو میده، این هی زیر چشمی داره او رو نگاه میکنه. چی شد؟ بعد فرمود بیا بیرون. اومد روبروی حضرت. آقا امری با بنده ندارید؟ نه. حالا برو. فرمود چند تا از این شیعه داریم؟ آقا هیچ. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ببینید چند تا تأکید. فلا و ربک، نه، قسم به پروردگارت ای پیغمبر. خدا داره میگه قسم به پروردگارت ای پیغمبر. لا یؤمنون، مؤمن نیستن. حتی یحکموک، تا اینکه تو حکم کنی. فیما شجر بینهم، مشاجره میکنن، اختلاف داره، تو چی میگی؟ حرف تو رو بپذیرن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس یه ذره تو دلشون هم باکی نشه از این که شما چی میگید، چه حکم کردید. و یسلموا تسلیما، و تسلیم بشن. تسلیما، چه تسلیمیم؟ چشم، هر چی تو میگی چشم. ابی حمزه دو تاست، یه ابی حمزه سمالیه، یه ابی حمزه شاعره. هر دو از محبین اهل البیتن، ولی ابی حمزه سمالیه دعای ابی حمزه نقل کرده، او یه شخصیت خاصیه. اون ابی حمزه مرد خوبی، شاعره، خیلی هم علاقه‌مند به اهل بیت. یه روز یکی از دوستان امام باقر علیه السلام دید امام عنان اسب رو داره یا شتر رو، حالا نمیدونم کدوم بود، مرکب. ابی حمزه سوار، امام پیاده، دارن میرن. تا چشمش افتاد به اونم شیعه بود، میدونست اینم شیعه است. گفت ابی حمزه تو اینقدر ارادت به امام داری، علاقه داری، شعر در وصف ائمه گفتی، تو سواری امام پیاده؟ گفت امام امر کرد، من در مقابل امر امام حق اظهار نظر ندارم. از اون دید نگاه کنید. امام امر کرد، من در مقابل امر امام حق اظهار نظر ندارم. این میشه مالک اشتر، داره شمشیر میزنه میره جلو. عنقریب به چادر معاویه برسه، جرثومه فساد چه کرده با مسلمین. حالا نزدیک بشه قاعده رو تموم کنه. امیرالمؤمنین رو محاصره گرفتن، بگو مالک برگرده وگرنه میکشیم. اون فتنه ای که خواستن برپا کنن، نه این که امیرالمؤمنین از مرگ میترسه، الان صلاح نیست بلوا برپا بشه. امیرالمؤمنین فرستاد به مالک بگید برگرده. وقتی مالک یقین کرد پیام حضرت کلک نیست، این شمشیری که دستش بود اینجوری میخواست بزنه، تا گفتن امیرالمؤمنین میگه برگرد، بین راه شمشیر رو برگرد. به خدا مو بر بدن عادت سیخت که اینا چی بودن. وقتی خبر شهادت مالک به امیرالمؤمنین میرسه، حضرت اونقدر گریه میکنن که محاسنش خیس میشه و بعد میگن که خدا رحمت کند مالک رو، برای من و گونه بود که من برای پیغمبر بودم. این مالک اون چنان ذوب شده در امیرالمؤمنین که وقتی امیرالمؤمنین میگه برگرد، نمیگه دلم میگه بزن. دل چیه؟ وقتی تو میگی چشم. جوون عزیز، یه حاشیه برم برگردم به بحثم. دلو بذار کنار، ببین خدا چی میگه. احساسات تو بذار کنار، ببین خدا از تو چی خواسته. بعد ببین نقطه مقابل خدا اون وقت چی بهت میده. اصلا دین اومده که ما دل بخواهی رو بذاریم کنار، خدا بخواهی برای ما مطرح بشه. خب حالا برگردم به حرفم، حاشیه رفتم یه لحظه. آقا ما تسلیم سنت باید بشیم. شما اینجا میایید اگر به قرآن استناد میکنید الی المرافق، خب این توضیح رو داره.
اگر به سنت استناد میکنید چرا روایاتی که اهل بیت میگن ملاک نباشه، روایاتی که بقیه میگن ملاک باشه؟ چه دلیلی داره اونا جعل نکرده باشن؟ حالا من یک دلیل همینجا در ادامه بحث اگه وقت شد براتون میارم، اگه وقت نشد انشاءالله جلسه بعد، چون بعید این جلسه تموم بشه، یه تیکه انشاءالله اجازه بدید ادامه بدم. ومسحو فعل عوض شد، مسح کنید. مسح هم لمسه. لذا اگر میگن شما مثلا باید مسح بکشید، در مسح باید مانعی نباشه. در شستشو غسل اگر گفتن، اونم همینطور که لاک مثال زدم، گفتن دست رو بشویید. شما وقتی لاک میشورید لاک شستید، دست رو نشستید که. اگر الان من یک نایلون پلاستیکی روی دستم بگیرم بشورم، مگر تو وضوی جبیره که تکلیف عوض میشه؟ خب اینجا که من نایلون رو شستم، من که دستم رو نشستم. لذا در غسل ید رو گفت، در مسح حالا ومسحو مسح کنید. به رؤوسکم نفرمود رؤوسکم. خب رأس در اینجا از نظر ادبیات عرب میشه چی؟ مفعول. فعل چیه؟ مسح. مسح کنید سر را، پس مفعول سر. مفعول باید چی باشه؟ منصوب. ولی چرا رؤوسه شده؟ چون با سرش در اومده. حالا چرا با در اومده؟ تکرار میکنم باز. اگر قرآن میفرمود ومسحوا رؤوسکم، چون اگه به نمی آورد باید میشد رؤوسه، چون مفعولم باید منصوب باشه. اینجا نمیفهمیدیم از خود آیه رؤوسکم کجای سر رو؟ همه سر رو؟ قسمتی از سر رو؟ با که اومده به رؤوسکم یعنی به قسمتی از سر. حالا به این قسمتی از سر اینجا، این قسمت یا این قسمت، بازم همون بازیگری ها ممکنه در بیاد. حالا میگم بازیگری در آوردن ها، ممکنه خندتونم بگیره که حالا بخونم ببینید چه بازیگری هایی در آوردن. خب قرآن چون به آورده یعنی به قسمتی از سر، بای تبعیض، بای بعضیه است، میگه لذا رأس رو محلاً منصوب است ولی به جهت حرف جر شده مجرور، لذا شده ومسحوا به رؤوسکم، پس مسح بکشید به قسمتی از سرتون. اینجا هم روایات اهل بیت برای ما توضیح دادن. خب همون جوری که صورتتون رو بشورید، عرف شستشو اینه، قسمتی از سر معمولا این قسمتی جلوی سر بیشتر، خب این آدم مسح میکشه. حالا اگه مثل اینی که بعضی وقتا میگن چرا لقمه رو اینجوری میخورید، حالا چرا اینجوری من مسح بکشم؟ اگر گفته بعضی از سر، ولو کسی حالا دنگش بگیره بگه که آقا نگفته قسمت جلو که، خب اینم هست، میگم خب حالا شما چه اصراری دارید اینجوری دست بکشید؟ خب اینجوری بکشید. اگه نگفته جلو، نگفتم عقب سر که، نگفته راست و چپ که، خب طبیعی انجام بده دیگه. مگر اینکه میخوای یه خالفت عرف، یه مخالفتی بکنی که خودتو نشون بدی. سنت اومده، معصومین به ما فرمودن پیغمبر این قسمت رو مسح میکشید، ما میگیم خیلی خوب. این حالا به رؤوسکم. همینجا اجازه بدید من ببینید بازیگری در آوردن، یه نمونه ها براتون بگم. حنبلی ها میگن یجب و واجب است مسح سر و دوتا گوش. گوش هم جزء سره، لذا وقتی گفته سر رو مسح کنید باید دست بکشین، دوتا گوشتون هم دست بکشین. لذا این مسح باید به این. مالکی یا میگن یجب و واجب است مسح جمیع الراس دون الاذنین. اونا میگن نه، خودش بین اهل سنت مالکی حنبلی میگه مسح همه سره و دوتا گوش هم هست. مالکی میگه مسح همه سره ولی دوتا گوش دیگه نیست، چون گوشا جز سر نیست، اینا رو جدا کنید. حنفی ها چی میگن؟ یجب چی مسح رب الراس، 1/4 سر باید باشه. لذا حتما باید قبلا برید پیش یک کسی متر بکنه، ببینید 1/4 سرتون، حالا چه جلو چه عقب چه اینور چه اینور، شاید مثلا اینجوری خواسته بگه چون بعض سر یا جلو یا عقب یا اینور یا اینور، 1/4 بگیرید. حالا این ور گرفتید، این 1/4 ببینید چقدر میشه، اونو دست بکشید. شافعی‌ها چی میگن؟ میگن واجب است قسمتی از سر، دیگه چی نمیگن. شافعی‌ها به ما خیلی نزدیک‌ترن، میگن قسمتی از سر. تو پرانتز باز یه چیزی بگم، قاضی نورالله شوشتری شهید ثالث دیگه،
شهید ثالث ما شیعه، قاضی نورالله شوشتری معروف رضوان الله تعالی علیه، در حد مرجع تقلید، عالم بزرگ شیعه 400 سال قبل. درد دین وادارش کرد از حوزه نجف حرکت کنه بره هند. هند اون زمان و پاکستان جدا نشده بود. مسلمانای زیادی در هند و پاکستان بودن، اطلاعاتی نسبت به تشیع نداشتن. قاضی نورالله، علتی هم که بهش قاضی میگن، آیت الله العظما نورالله شوشتری باید بگم، چی معروف شده میگن قاضی نورالله؟ از این قضیه ایشون احساس تکلیف کرد نجف رو ول کنه، حوزه درس رو ول کنه، پاشه بره هند، آروم آروم بتونه حقیقت تشیع رو به مردم بشناسونه. وارد که شد، جرئت نمیکرد بگم شیعه هم، چون جوی بود که با شیعه در میافتادن. خودشو یه عالم اسلامی نشون داد، شروع کرد درس دادن. 4 مذهب اهل سنت رو درس میداد. یه موضوعی که میخواست درس بده، هم نظر مالکی‌ها رو میگفت، هم شافعی‌ها رو، هم حنبلی‌ها رو، هم حنفی‌ها رو. کم کم صدا پیچید، یه عالمی اومده انقدر قویه که هر 4 مذهب اهل سنت رو وارده و داره درس میده. پیروان هر مذهبی میرفتن سوال از مذهبشون میپرسن، جواب میداد. اینا چه زحماتی کشیدن آقایون خانوما تا تشیع رواج پیدا کنه. ما کفران نعمت نکنیم، چیکار داریم میکنیم؟ دقت کنید. حالا کم کم دستگاه حکومتی وقت اومد گفت قاضی بالاترین مقام علمی دینی رو پست قضاوت بهش میدادن. گفتن شما باید قاضی شرع باشید، چون هر 4 مذهب و مسلطید، شما حکم کنید. ایشون فرمود در صورتی که هر دعوایی که به من ارجاع میشه من مجاز باشم تو هر دعوا به تشخیص خودم به یکی از این 4 مذهب عمل کنم. چرا؟ چون میخواست ببینه تو هر دعوا کدوم یکی از این 4 تا با تشیع میخونه که اون حکم بده، که از نظر خدایی مسئول نباشه. مثلا الان یه دعوا میارن، حقی که شیعه گفته همون نیست که اینجا مالکی‌ها گفتن، اینجا میگفت طبق نظر مالک. یه دعوا فردا می آوردن، حق اونی بود که شافعی‌ها گفتن که شیعه همونو میگه، اینجا میگفت طبق نظر شافعی فتوا میدم. گفت من در صورتی قضاوت رو میپذیرم که هر دعوایی که به من مراجعه میشه به تشخیص خودم یکی از این 4 مذهب، شیعه که نمیتونه مطرح کنه، یکی از اینا رو گفتن باش. ایشون قبول کرد، همینجوری عمل میکرد. مخفیانه کتاب احقاق الحق رو می‌نوشت که الان مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه تعلیقیه زدن، چاپ خیلی قشنگی کردن، 20 چند جلد چاپ شد، کتاب خیلی عظیمیه. احقاق الحق و ازهاق الباطل. این کتاب اثبات حقیقت تشیع میکنه به سبک القدیر، ولی 400 سال قبل. یواش یواش این کتابو مخفیانه مینوشت، شاگردایی رو آروم آروم تربیت میکرد. آقا جاسوس‌ها گزارش دادن این شیعه است، خودشو جا زده، کتابو پیدا کردن، شاگرداش هم شناختن، گفتن حکمش چیه؟ حالا علمای اهل سنت خواستن فتوا بدید باید چه کار کنیم؟ گفت باید به بدترین وضع کشته بشه. چجوری؟ بیارید سر چهارراه چاقو و قیچی به دست مردم بدید تیکه تیکش کنن. تیکه تیکه کردن قاضی نورالله رو. الان اون منطقه عده زیادی شیعه شدن، قبرشون هم در همون جاست. روز شهادت مرحوم قاضی نورالله مثل عاشورا دسته را میندازن، ولی کار خودشو کرد. اما این حالا 4 مذهب مختلف، من یک نمونه رو فقط براتون اینجا نوشتم، دارم بحث میکنم. حنبلی‌ها میگن همه سر رو مسح کنید و 2 تا گوش. مالکی‌ها میگن همه سر رو ولی 2 تا گوش نه. حنفی‌ها میگن ربع سر رو، 1/4 سر رو. شافعی‌ها میگن یه قسمتی از سر. حالا یه قسمت لازم نیست اندازه بگیری حتما ربع باشه. خب سوال، شما در قرآن دارید ومسحوا برؤوسکم. این برؤوسکم همه سر با گوش از کجا در اومد؟ همه سر منهای گوش از کجا در اومد؟ 1/4. حالا حتما با قسمتی 1/4، 1/2 نیست، 1/3 نیست. مثلا این حرفا از کجا در اومد؟ این حرفا از اونجا در میاد که کسی را که خدا گذاشتید کنار، خودتون به سلیقه. مثل همون بحثی که دست دوز از اینجا قطع کنید یا از اینجا قطع کنید یا از اینجا. اما اونی که از طرف خدا مأمور است، پیامبر خدا برای ما توضیح بده و پیامبر خدا فرموده کتاب الله و اطرتی. خب چرا اطرت رو نگرفتید؟ چرا اطرت رو گذاشتید کنار که این دعواها بین شما در بیاد؟ حالا از اینجا بدتر کلمه بعدی که دیگه امشب نمیرسم،
چون باید خیلی بحث کنیم. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم. واو عطف کرده است ارجل را به رؤوس که رأس موضوعی است که حکمش چیه؟ مسح. پس ارجلم موضوعی است با واو عطف به رأس، پس پا باید مسح بشه. چرا پا رو میشورید؟ اهل سنت میگن باید پا رو شست، نه باید مسح کشید. شیعه میگه باید پا رو مسح کشید. این از کجا در اومد؟ این اجازه بدید دیگه انشالله بذارم برای جلسه بعد. اما خب سخن ما راجع به وضوئه. یه تیکه اخلاقی عرفانی بگم، یه تیکه تاریخی هم که بریم جلو. از آقا امام عسکری علیه السلام سوال شد. ابن رسول الله، دیگه نرسیدم تفسیر فخر رازی رو آورده بودم قسمتی رو بخونم. آقا امام عسکری علیه السلام حدیثی داره، از ایشون سوال میکنن چرا تو وضو دست رو میشورن، صورت رو میشورن، بعد با رطوبتی که تو دست است به سر و پا میکشن. حضرت فرمودن معمولا دست شستن کنایه از طهارت و پاکی از آلودگی است. میگه من از این قضیه که دست شستم، حالا به فارسی بگم، من که از این قضیه دستمو کوتاه کردم، شما هر کاری میخوای بکنی. نماز میخوای بخونی یعنی چی؟ یعنی هر چی شما الان تا میگی الله اکبر، حالا کسی شما رو صدا کنه جواب میدید؟ من با او هم دیگه شما کاری ندارم. کسی بیاد حالا اینه من فعلا با او هم تا وقتی که نماز تموم بشه السلام علیکم، انگار تو جمع نبودی، حالا برمیگردی تو جمع، سلام بر شما، من حالا اومدم تو جمع شما. حضرت میگه میخوای بری با خدا همونطوری که تو میقات، حالا اینا رو من از حدیث دارم معنی میکنم و این جمله تو حدیث نیست، تو حدیث همون قسمت اول و بعد میگم چیه. همونطوری که شما تو میقات لباساتون رو میکنید، محرم میشید، لبیک اللهم لبیک میگید، حرکت میکنید. معنای واقعی این لبیک گفتن چیه؟ خدایا اومدم. خب کندی ریختی دور دیگه. امام سجاد علیه السلام به شبلی چی فرمود؟ فرمود شبلی کجا بودی؟ چند وقت ندیدمت. گفت آقا مکه بودم. حضرت فرمود وقتی که لباساتو کندی محرم بشی قصد این بود که گناهانو بکنی بریزی دور؟ گفت نه آقا، فرمود حج نکردی که. و هاکذا. حالا این یه نمونش. خب همونطوری که شما تو محرم شدید، اگر الان چیزایی بر شما حرامه دیگه، به هیچ قیمتی اگر میخواید حاجی باشید اون کارا رو نمیتونید بکنید. چرا؟ چون الان دارید به طرف خدا میرید. نماز وقتی میگی الله اکبر کارای دیگه نمیتونی بکنی. خب حالا قبلش میگه دست رو بشور، یعنی دست از غیر خدا شستی بری پیش خدا یا پیش خدای دل جای دیگه است؟ وضو طهارته، یه معنی طهارت اینه. علی ابن ابراهیم مهزیار میگه 30 سفر رفتم مکه خدمت امام زمان برسه. 30 سفر از اهواز. هی رفتم و نشد. سفر آخر گفتم دیگه پیر شدم، دیگه توان ندارم. کاروان میخواست حرکت کنه با اسب شتر اون زمان. علی ابن ابراهیم امسال میای؟ نه امسال دیگه در خود توان نمیبینم، قدرت ندارم که بیام. شبی که فردا کاروان حرکت میکرد خواب دیدم. فرمودن خسته شدی؟ عاشق که نباید، به تعبیر من عاشق که نباید خسته بشه. بیا امسال بیا. از خواب که پا شدم سراسیمه خبر دادم به کاروانیان نرید من میام. اساسمو جمع کردم و اساسیامو جمع کردم. دعب ما این بود که از اهواز میرفتیم عراق، کربلا و عتبات ولی این سفر حالم یه جور دیگره. تو حرم امام حسین یه جور دیگه نگاه میکنم، تو کاظمین و سامرا و نجف یه جور دیگه نگاه میکنم. خبری نشد. رفتیم میقات محرم شدیم، خبری نشد. طواف و عمره تموم شد، خبری نشد. گفتم لابد تو عرفات خبری نشد. لابد تو منی نشد. برگشتیم اعمال طواف حج تمتع، طواف وداع خبری نشد. فردا کاروان میخواد برگرده. اومدم امتحان دیگه، تا اون لحظات آخر وای میسیم یا نه. لحظات آخر کاروانیا گفت فردا میخوایم بریم. گفتم من نمیام، شما برید، من اینجا میمونم. حالا موندن اونجا تو اون شرایط تا چند ماه دیگه کاروان بیاد بشه با اینا حرکت کرد یا نه. همینجور نشسته بودم پشت مقام ابراهیم رو به کعبه ناله میزدم. خواب دروغ بود؟ مگه هاتف نیومد؟ مگه وعده ندادید؟ همینجور که درد دل میکردم دیدم دستی به شونم خورد. علی ابن ابراهیم مهزیار برگشته.
تویی؟ بله. آقا تو رو دعوت کرده. آقای من کی؟ گفت مگه تو به قصد زیارت آقا نیومدی؟ فهمیدم، حرکت کرد. گفت بیا. باهاش از مسجد الحرام خارج شدیم. منظورم یه نکته است. با او از مسجد الحرام خارج شدیم. اسبمو بیرون مسجد الحرام جایی بسته بودم. فرمود اسب تو بگی. من اسبمو گرفتم. اون آقام اسب خودشو گفت سوار شد. سوار شدیم. گفت یک کمی از مکه دور شدیم. همین تپه های صفا رو اونور خواستم برم. یه دفعه دیدم من 30 سفر اومدم همین جا رو بلدم. یک دشت سبز شاداب پر آب و گیاه، اینجا رو من تا حالا ندیده بودم. گفت بله، الان آقا اون خیمه‌ای که می‌بینی وسط این سبز و چمن خیمه آقاست. او از اسب پیاده شد. دیگه وادی است که وخلا نعلیک، اینجا باید با احترام وارد شد. او از اسب پیاده شد، منم پیاده شدم. عنان اسب داشتیم رفتیم. به دهانه خیمه که رسیدیم گفت صبر کن برم تو ببینم اجازه میدن وارد بشی یا نه. تا اینجا آوردن. حالا اگه بخواد منو از اینجا برگردونن چیکار کنم؟ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم؟ این مهر بر که افکنم. قلبم میلرزید. یه وقت دیدم صدا اومد نبیا تو. اما یه نکته اینجا مطرحه. میگه من وقتی پیک برگشت به من گفت که بیا تو، خودش نقل میکنه. گفتم اسبو کجا ببندم؟ گفت دل نکندی از اسبت، ول کن. اینا مهمه. ما تو اون بزنگاه‌های حساس میتونیم ول کنیم ببینیم یا نه چجوری باشه. لذا میگه امام عسکری علیه السلام فرمودن وضو میگیرید دست شستید از غیر خدا برید در خونه خدا، یا 2 رکعت نماز صبح میخواد بخونید به فکر معامله‌ای است که اون روز میخواید بکنید، به فکر مسائلی که تو ذهنتون گذشته. صورت رو برای چی میشورید؟ گفت صورت وجه هست، یعنی توجه شما بر اساس نحوه. الان ببین بنده وقتی شما رو نگاه میکنم صورتم به طرف شماست، پس توجه هم اینه، یعنی وجهمو به طرف شما کردم. آقا رو که نگاه میکنم صورتم به طرف ایشونه، توجهم. صورت وجه توجه. صورت میشورم یعنی صورت از غیر خدا پاک کنم، به غیر خدا توجه نداشته باشم. تو رو ببینم. هر کس به کسی نازد، ما هم به تو مینازیم. این معنی پیدا بشه. خب حالا این کار کردید، مس چیه؟ این رطوبتی که آبی که دست و صورتت رو شسته، یعنی تو رو از غیر خدا مطهر میخواد بکنه، حالا اینو به سرت بمال، یعنی زیر سایه این عامل برو. این امام عسکری میفرمان زیر عاملی که میخواد تو رو از غیر خدا. بعد چرا پا در مسیری حرکت کنه که جز خدا مطرح نباشه. و این معنا رو، این یه قضیه اخلاقی عرفانی بود. حالا یه قضیه تاریخی بگم. همه نوشتن وقتی امام مجتبی علیه السلام، است که مقدر امشب بریم در خانه امام مجتبی انشاءالله. وقتی امام مجتبی علیه السلام شروع میکرد به وضو گرفتن، رنگ چهره زرد میشد، بدن شروع میکرد به لرزیدن، حال منقلب میشد. میگفتن آقا چه میکنی؟ میگفت دارم میرم به ملاقات خدا. وقتی قد قامت الصلاة گفته میشد، امیرالمؤمنین بدنش میلرزید. میگفتن چی شد؟ میفرمود قد حان وقت زیاره، وقتی زیارت نزدیک شد، هین زیارت رسید. خب حالا این آقایی که وضو رو اینجوری میبینه، روزه بودن. انشاءالله با توجه بریم در خانه امام مجتبی در این ایامی که ایام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها، امام رضا علیه السلام. ما هم عرض ادبی به ساحت مقدس کریم اهل البیت و مظلوم اهل البیت امام مجتبی علیه السلام داشته باشیم. این آقایی که وضوشون این بود، نمازشون این بود، حالشون این بود، روزه بودن، روزه مستحبی. اون روز رو فرمودن خیلی تشنمه. امروز روزه کاری کرده، آتش بر من عجیب غلبه کرده. یک کوزه آبی داشتن آقا، روی کوزه آبم یه پارچه‌ای میبستن و وقتی که میخواستن آب بنوشن از اون کوزه آب مینوشیدن. اون ملعونه زهر رو از روی پارچه داخل آب ریخت. حضرت وقتی اذان گفتن، دعوشون این بود که نماز میخوندن بعد افطار میکردن. اون شب فرمودن که خیلی تشنمه، اذان گفته شد اول کمی آب نوشیدن، به نماز ایستادن، بعد از نماز افطار کنن. اما این زهر به گونه ای مؤثر بود که بین نماز حال آقا منقلب شد. اون چنان حال حضرت منقلب شد که به زحمت نماز رو تمام کردن.
ولی تا نماز تمام شد تو خونه که محرم ندارن درد دل کنن، فرمودن خواهرم زینب رو سوا. زینب سلام الله علیها وارد شدن. تا وارد شدن دیدن امام مجتبی، فرمودن تشتی برای من بیاورید. تشتی آوردن جلو امام مجتبی گذاشتن. خوشحال بودن شاید امام علیه السلام حال تهوعی به او دست بده و این سمو برگردونه، اما همین که نگاه به تشت کردن دیدن خون تمام تشت رو گرفت. این سم با دستگاه گوارش امام مجتبی کاری کرده که تشت پر از خون شد. همینجا یه اشاره‌ای بکنم، زینب امروز خون دل امام مجتبی رو در تشت می‌بیند. چندی بعدم در شام تشتی بیاورن سر بریده ابی عبدالله را در تشت می‌بیند. همین که تشت پر از خون شد امام مجتبی فرمود برادرم حسین رو صدا بزنید. امام حسین اومد، وقتی این حال رو دید برادرم وصیت هامو میکنم، سفارش امامتو کرد بدن منو غسل بده و کفن کن، اگر گذاشتن کنار قبر جدم دفن شوند دفن کن، اگر نه نذارید پای جنازه من تیراندازی و جنگ بشود، منو به قبرستان بقیع ببرید. بدن آقا رو غسل دادن، خانم‌ها در تشییع جنازه مکروه تو خونه موندن، آقایون بدن و حرکت دادن کنار قبر پیغمبر آمدن. عایشه سوار بر استر شد و اومد و اطرافیا تیراندازی به طرف بدن آقا و جنازه شروع کردن. امام حسین فرمود بدن رو به طرف بقیع ببرید، همین جایی که الان دفنه. بدن رو در قبر گذاشت. امام حسین وارد قبر شد. هی نگاه وقتی بند کفن رو باز کرد نگاه به چهره برادر و اشک می‌ریخت. وقتی از قبر بالا اومد اینجا خطاب به بدن برادر، غارت زده کسی نیست که اموالش رو میبرد، غارت زده مثل من نیست که برادری چون تو رو با دستش در قبر میگذارد. اما اینجا امام حسین دست به کمر نگرفت، کربلای وقت دست به کمر گذاشت. بعد از شهادت ابوالفضل علیه السلام الان انکسر از زهری، وقتی که برمیگشتن پیشاپیش همه ابوالفضل وارد شد. زینب چشمش به ابوالفضل افتاد، برادرم رو دفن کردید؟ بله. کجا؟ عباس سر به دیوار نهاد، زار زار فرو کرد گریه کردن. خواهرم من عباس زنده باشم جنازه پسر فاطمه رو تیرباران کنن. اما عباس کجا بودی؟ عصر عاشورا در گودال قتلگاه با شمشیر و خنجر به بدن ابی صلی الله علیک یا مولا یا ابا محمد یا حسن علی یا المجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا الا توجهنا واستشفعنا و توسلنا بكم إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا مالك يوم الدين يا ياسر مزتر مستغيثي يا إله العالمين يا رب العالمين يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولاد يا ذا الأجية يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وسلام البكاء يا صابغ النعم يا دافع النغم يا نور المزدوجين في الظلام يا عالما لا يعلم صلى الله محمد وآله يا الله
اللهم أجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين.